سلام دوستای خوشگلم، به کانال ما خوش اومدید. برای پخت اکبر جوجه بدون روغن همراه با سس مخصوص لطفاً سابسکرایب و لایک فراموش نشه و از کانال من حمایت کنید. بریم که با هم روش پخت این اکبر جوجه رو با هم دیگه یاد بگیریم. لازمه که یه نصف مرغ رو بردارید، از زعفرون دم کرده استفاده کنید. همه قسمت های مرغ رو به زعفران دم کرده آغشته کنید. نمک بذارید، به تمام قسمت های مرغ نمک میزنیم. داخل سرخ‌کن بدون روغن میذاریم. درجه حرارت باید روی 170 درجه باشه. تایمش هم باید 60 دقیقه باشه. بچه ها، من تازه کانالمو ایجاد کردم، لطفاً از من حمایت کنید. سابسکرایب و لایک فراموش نشه. بعد از گذشت نیم ساعت مرغ رو برعکس میکنیم تا طرف دیگرش هم به خوبی سرخ بشه. وقتی که به 5 دقیقه آخر رسیدیم دوباره مرغ رو برعکس میکنیم. تایم سرخ‌کن در درجه 200 درجه و روی همون 5 دقیقه میذاریم تا به خوبی سرخ بشه. برای تهیه سس مخصوص هم لازمه که پیاز رو به صورت نگینی خرد کنیم. دوستان عزیز، اگه دنبال غذاهای خوشمزه با طعمی لذیذ هستید لطفاً کانال ما رو سابسکرایب و لایک کنید. قراره اینجا غذاهای خیلی خوشمزه‌ای با هم دیگه یاد بگیریم. داخل ظرفمون روغن میریزیم و بعدش پیاز رو بهش اضافه میکنیم. وقتی پیازها سرخ شد 3 قاشق پودر گردو، قاشق غذاخوری، مقداری زرشک، مقداری پسته،
عدد آلوچه، 3 عدد آلوچه، زردچوبه، پودر پاپریکا، فلفل سیاه و کمی فلفل قرمز. اضافه میکنیم، به خوبی هم میزنیم و بعد دانه انار آسیاب شده 3 تا قاشق غذاخوری بهش اضافه میکنیم. و بعدش هم 2 قاشق غذاخوری رب انار بهش اضافه میکنیم. بچه ها من دونه های انار رو یه مقدار خشک کردم و بعد آسیاب کردم. در نهایت 1 لیوان آب و مقداری نمک بهش اضافه میکنیم. شعله رو کم میکنیم و میذاریم که به خوبی پخته بشه و به غلظت برسه. هم میزنیم بچه ها که ته نگیره. در نهایت باید به همچین غلظتی برسه. دوستان عزیز، برای پخت غذاهای خوشمزه و لذیذ و آموزش نکات آشپزی لطفاً سابسکرایب فراموش نشه. Yes. چیه؟ گوشت بابا. نه بابا مامان آیا مامان نوش جان پسرم. Yeah. Yeah. Oh, your mama. نوش جونت مامان.